اسمتان چیست؟ قاری محمد حسن. ولدی کی؟ ولد واجی استاد مادر. والدیتی کی؟ استاد توره. خو از کدام ولسوالی؟ از ولایت فاریاب ولسوالی شیرینتگاه قریه کوسیات. خو همراه مجاهدین به چه جرم بندی بدی؟ به نام سلفیت. سلفی بودی واقعیت یا نبودی؟ از پیش بود. خو حالا اکنون چه رقم است؟ مذهبی شد. حالا مذهبی شدی الحمدلله. از این 10 سوار داشتی. اگر بار آینده تکرار شد بعد چه رقم؟ هیچ نمیکنه. ضمانت شما گرفته نیست، گرفته است نمیدی. خب باز دیگه اگر بالفرض باز پیدا شد باز چیکار شد؟ هر چیز که شرط حکم میده انجام میده. فامیلیتان هم میگه همگی سلفی سازونا چه رقم میکنه؟ بله. فامیلیتان فامیل نیست. فامیل شما نیست سلفی؟ زن و بچه و اولادا. خب اسم شما کاکا چیست؟ اسدالله. ولدی کی؟ چی؟ معلم صدیق. خب ولسوالی شیرینتگاه قریه. خب جرمی چی بندی بودی امرای مجاهدین؟ سلفی بودی نی؟ خب حالا چه رقم میشی؟ این سلفیت شما را کی دعوت داد که سلفی شوی؟ تو علم داری؟ باش چه رقمی قصد سلفی شدی؟ نی مردم خوینا زیاد کارا میکنه، دوزی میکنه. باز آدم دیگه مردم هم رقم کارا میکنه. خب از این بعد نمیکنی. توبه تان هستن. اگر خدا نخواسته 14 سالی طرف کلی ما مردم کافر باشه میکنه، شما مسلمان شدید، یعنی ما مردم کافر تیر میشیم از دنیا. پدرها و اجداد شما هم سلفی بود. باز اونا چه رقمش؟ اونا الحمدلله مسلمان بودن دیگه. دین و مذهب خود را محکم بگیرین، را نکنین از این بعد. اگر در آینده با شما تکرار کردی چه رقم است؟ و باز امارات همراه شما جدی برخورد میکنه. خب این دفعه خب بندی شدی، بار دیگر باز با نگرت